سلام و درود بی پایان خدمت عزیزای دلم. امیدوارم حالتون خوب باشه. جارو برقی هایی که دیگه فقط جارو نیستن، همون چیزی هستن که هر خونه ایرانی لازم داره. اومدم یه معرفی کوتاه براتون بیارم از جدیدترین جارو برقی همه کاره در بازار ایران که دیگه لازم نیست چند تا وسیله جدا برای تمیز کردن خونه بخرید. اینا میان که هم فرش رو جارو میزنن، هم موتور، هم مبل و حتی صندلی های ماشینت رو تمیز میکنن. چرا اینقدر این جارو برقی های شارژی در ایران طرفدار پیدا کرده؟ اولا قدرت مکش بالایی دارن که با یک رتبه تنظیم میشه. دوما فیلتر پیشرفته دارن که گرد و غبار و آلرژی ها رو حبس میکنه. سوما پیرسینگ و سبکن، دیگه خبری از دردسر سیم و ویروس نیست. و چهارم با سعیهای مختلف و از پرده تا زیر تخت رو تمیز میکنن. و جذابتر از همه این که خیلی بی صدان، حتی وقتی بچه خوابه هم میتونی با خیال راحت جارو بزنی. پس اگر دنبال یه وسیله همه کاره و مدرن برای خونت میگردی، این جارو برقی رو از دست نده. تو کدوم رو ترجیح میدی؟ این مدل جدید بیسیم یا همون قدیمی و سیمی رو ترجیح میدی؟ تو کامنت حتما برام بگو.